کارتینو هستیم که خوشبختانه یک سرک بسیار وسیع با استاندارد، گفتیم و دوستای ما استاندارد منطقه‌ای بگویم یا جهانی نو کارتینو شروع شده و در 3.5 کیلومتر امتدادش است، به طول 3.5 کیلومتر است و فعلا قسمی که شما میبینید کارگرها در جریان کار هستند، کندنکاری جریان داره. اتیا فیصد جوړ شوی دی، نو هغه نه مو کوشش کوو چې خلکو ته ډېر تکلیف دی، ډېرې زیاتې قیمتۍ دي، که هغه سړک د سالنګ زر تر زره جوړ شي. به نام خداوند توانا، با سلام و درود و خسته نباشین هموطنای گل. هر کجایی که هستین لباس عافیت به تن داشته باشین و شب و روز به خوبی و خوشی در کانون گرم خانواده‌های محترمتان سپری کنید. باز هم بنده در خدمت شما احمد فیصل عاصم با یک گزارش جدید و یک برنامه جدید در خدمت. در شروع برنامه قرار داریم، شما را دعوت میکنم به دیدن این برنامه. ما فعلا در ساحه کارتینو 200 فامیلی کارتینو هستیم که خوشبختانه یک سرک بسیار وسیع با استاندارد، گفتیم و دوستای ما استاندارد منطقه‌ای بگویم یا جهانی، با معیارهای جهانی ساخته میشه و شما هم میبینید که عنقریب بخیر این سرک به قیریزی هم آماده شده که تا 1-2 هفته آینده بخیر کار قیریزیش هم آغاز میشه. این سرک آغازش از ساحه سرک نو کارتینو شروع میشه و در قسمت 200 فامیلای 200 فامیلی ختم میشه که اینجا شهرک هم است و زمین های زراعتی هم است و یک ساحه بسیار وسیع و دیدنی است که بیشتر هموطنای ما اینجا زیادتر نامدن در این ساعت و ندیدن. ما که آمدیم واقعا جای دیدنی است و مطمئن هستیم با ساختن این سرک مشکلات هموطنای ما و مردم این محل هم کاملا حل میشه و یک جای دیدنی هم میشه. فعلا کارم توقف است چون وقت طعام چاشت است و شما میبینید که موترها استاده است، دیگه کار توقف داره تا ای که بخیر نماز و نان و گپا تمام شود، بعدش دیگه کار دوباره شروع میشه. شما هم این برنامه را تا اخیر بیننده باشین و مرا همراهی کنین. خب هموطنای عزیز، انجینر صاحب با خود داریم که در مورد این پروژه بیشتر بر ما معلومات میتن و اول امروزشون یک معرفی میشیم. سلام، خسته نباشین. سلام، شما خوب هستید؟ سلامت بخیر باشین، روز بخیر. سلامت باشین، روز شما بخیر، سلامت باشین. ما انجینر قادر نام دارم، یک جای از انجینرهای پروژه که فعلا در جریان است. ما فعلا کار سرک مدت 5 ماه به شکل کار آغاز کردیم و در مرحله تقریبا وسط رسیدیم. فعلا یک قسمی که شما میبینید فعلا کانال در حال اعمار است که نسبت قسمت های بلاک های استانگزه این منطقه است و کار ما فعلا جریان داره. قبلا هم کارهای ما ادامه داشت، فعلا به خاطر آخرین قسمت های کانال است که فعلا کندنکاری داریم و کار ما از سرک نو کارتینو شروع شده و در 3.5 کیلومتر امتدادش است
به طول 3.5 کیلومتر است و فعلا قسمی که شما میبینین کارگرها در جریان کار هستن، کندنکاری جریان داره. دیگه ما در خدمت شما هستیم. قربانتان. بسیار خوب. انجینر صاحب چه وقت میشه که پروژه رو شروع کردین؟ این پروژه ماه 4 ماه پنجم است که پروژه در جریان است. دیگه تقریبا 45% پروژه پیشرفت کرده. دیگه فعلا آماده خریزی شده تقریبا دیگه. تقریبا قسمت پیشروی بلاک ها ایوادوال اینجا فقط 20 کورس قسمی که میبینین شما در ساحه میبینین 20 کورس انداخته اونجا، فقط منتظرم است که 20 کورس سوار شود برای خریزی آماده میشه. بسیار خوب. این سرک همین شروعش از این ساحه است، از این منطقه، از این سرکی که اینجا دیدیم پخته است، درسته؟ شروعش از سمت سرک نو کارت نو شروع شده و در قسمتش استانگزای مینه ختم میشه. بسیار خوب. در قسمت شهرک استانگزای مینه ختم میشه. بسیار خوب. که واقعا این سرک نیاز هم بوده و یک ساحه بسیار وسیع هم بوده. خب چقدر وقت بعد بخیر خریزیش آغاز میشه؟ دیگه نظر به لایحه کاری که پلان کاری که ما داریم دیگه کار آماده شده، ان شاء الله تا حدود 10 روز 12 روز ان شاء الله خریزیش برای خریزی آماده میشه. بسیار خوب. 3.5 کیلومتر مسیر 3.3 کیلومتر. و امی خود وسط سرک چقدر است؟ گلدان هم داره چه رقم؟ سرک اصلا قسمت سرک به رفت آمده است. در یک قسمت یک سرک شده چهارراه ایوادوال از دو بابا تا به طرف نگیریم، دو طرفه سرک است، در بینش گلدان است، دو طرف هم پیاده روی بایسکل رو و موتر رو داریم. دیگه ان شاء الله بعد از ختم قیل باز کارهای پیاده روی ما هم تمام شروع میشه. بسیار خوب. چند ساعت شما اینجا کار میکنین؟ ما تایم کاری ما مدت بیشتر از 9 ساعت ما کار میکنیم. بسیار خوب. موفق باشیم. و چقدر از طرف شهرداری و شرکت خصوصی را گرفته، درست؟ از طرف شهروالی کابل و شرکت خصوصی یونایتد آریوب واگذار شد. بسیار خوب. موفق باشین. وقت خوش انجینر صاحب. خواهش می‌کنم. خوشحال باشید. سلامت. خب دوستای عزیز، اینی قسمت هم میبینین که کانالا هم کاراش یک اندازه شروع شده. این قسمت است که امی کندنکاری ایسا است که جوی و کانال که قرار است اینجا آماده شده. اونو قسمت هم میبینین که سیمتایی و بعض کارهاشون یک اندازه پیش رفته. بفرمایید. و پیشتر میریم دوستا که سرک انوار شده، آماده شده، شاید حدوداً کمتر از یک هفته یا 10 روز خریزیش آغاز شود. بیاین که با کارگرام صحبت داشته باشیم. بیننده گذار شما باشید. خب آجی صاحب، اینجا شکایات هم زیاد بود. هموطنای ما، باشنده‌های محل میگفتن که در جمهوریت توجه نشده بود، اما مد نظر نگرفته شده بود. این طرف دوستایی که زندگی میکردن، کارت نوی سایه که 200 فامیلی و بینیساری سا آل چقدر توجه شده بر شما؟ دا توجه خود در ما اسلامی امارات چراغل ده پټول افغانستان کې د سرکو د پاره د واغه د پاره ډیر زیات کارونه شوي دي او شاروالان مو ډیر خوشاله یو. بل دغه سرک چې منظور شوی تقریبا 13 کال مخکې منظور شوی و. نن چې اسلامي امارات راغ، اسلامي امارات په مټه دغه ټول سرکونه اوس جوړیږي او خلک دوی ډیر خوشاله دي. مو دوی غوښتنه کوو چې د هیوادوالو نه تر هغه پورې کیر زر واچوي چې د خلکو تکلیف راپشي. نو بس دغه مو حکومت نه غوښتنه ده او د کوم ټیکادار چې د کوم هغه شرکت والا چې ده او د زر تر زره د کارونه سرته ورسوي. د بل په هغه چې دغه هغه جوړ کی
پاز دویم جوړ کړي او سرکونه خو ټول دغه د روان دي او مو داسې پوښتنه کوو چې د سالنګ سرک 80% جوړ شوی دی نو هغه نه مو کوشش کوو چې خلکو ته ډېر تکلیف دی ډېرې زیاتې قیمتۍ دي که هغه سرک د سالنګ زر تر زره جوړ شي او چې خلک د قیمتیو نه او د هغه نه فرصت پیدا کړي هر شي غلې مالیه ټولې قیمته شوي تیل میل چې ارزانه تمام شي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. قربانتان تشکر. خب دوستا اینی قسمت هم کار جریان داره. ببینین که جویی که به خاطر قبل از اینکه باید سرک آماده شود این جو هم اینا ببینین که کانکریت ریزی میشه و جالیش انداخته شده. کارگران کار میکنن. ما ببینم که کدامشان صحبت کرده میتونن. سلام سلام خوب هستین؟ سلام خوب هستین؟ جان شما جور است بخیر هستین؟ قربانتان یک کم پیشتر بیاین. اینجا بیاین اینجا. خب باش کارم به خاطر ما متوقف کردن. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر فضل خدا. صدایشون داریم؟ شکر. یک کم بلندتر گپ بزن. خوب هستی ان شاء الله؟ بخیر باشین. نام خدا خوب پرشیمه کار میکنی؟ الله. خب چند ساعت کار میکنی؟ 9 ساعت کار میکنم. خب 9 ساعت. خب من خیالم که می استاد کارم در بالای سرت استاده است یک دقیقه کارت نمیمونه که توقف کنم. این رقم است؟ نه هم رقم نیست دیگه. یکی کار خودم ماری کار میکنم دیگه. بیاد چای صبح خوردی؟ نان چاشت چطور؟ اما حالا میخورم دیگه ان شاء الله میتر که خلاص شود دیگه باز میخورم. خب کارتون آسان است یا مشکل؟ میشه والا بد نیست. کارم که هست دیگه مخیبت کم مشکلی داره دیگه. باش دوستا که ما یک جای هستیم حالا نفتیم. تشکر وقت خوش داشته باشید. خداحافظ. بخیر باشید. بگو کار پس شروع کنین دیگه. خب دوستا اینی قسمت هم اینا میبینین که سمنتش آماده میشه. مساله مخلوط میشه. بعد از مخلوط شدن یا دیگه اینجا اینا انبارش میکنن و آماده میسازن. باش که بعض راننده ها رو اگر بتونیم صحبت همراهشون داشته باشیم. اینجا ریکشا هم دیده میشه. ریکشا هم هست، راننده هم هست. ببینیم کدامشون هم میتونیم داشته باشیم. ریکشا هم زیاد دیده میشه. می دوست ما را استفاده کردیم که همراهش صحبت کنیم. بیاین خیلی پایین شوین. سلام خوب هستین؟ بخیر صحتمند. میشه یک دقیقه صحبت کنیم؟ ان شاء الله. بیاین. شکر بخیر هستین؟ وقت ساختی دیگه بخیر. تشکر بخیر. کاروبار بخیر میگذره؟ شکر الحمدلله گذاره کی. خوب میگذره یا خوب یا کم خوب؟ گذاره میکنه بعد. یک خرچی مرچی میشه؟ شکر الحمدلله بس کار. خب چند پیره میزنین روزانه؟ والا خود در بس است. ما در بس دوره میکنم. خب از کدام ساعت تا کدام ساعت میرین؟ دا سرکیستی کارتینا و دا چی سرتاپا خوشواک بینیستر همی تو ستانگزای چی گلپوتا همی ساحات دوره میزنم کمی جو مزدوری میکنم. بسیار خوب. اینا بخیر سرک هم جور میشه ان شاء الله. خوب بسیار سهولت جور میشه. کار روان است بخیر. کمی کوشش کرده که چی زمستان جور کرده خوب میاد. بیروبار از سرک بسیار زیاد است. روزمره میجا سرک سنگل است چی حادثات بسیار زیاد میشه. کمی سرک جور شده سهولت میاد زیاد. دقیقاً تا که سرک آماده نمیشه مشکلات خود داره. شما در مسیر رفت آمدتان با مشکل زیاد مواجه هستین؟ مشکل خود زیاد است. همی تو فامیلا دوست فامیلی بسیار زیاد بیروبار جور شده. یک وقت همی سرک سنگل است بیروبار نبود. حال بسیار زیاد است. با می سرک جور شده ان شاء الله با سهولت میاد. خب بسیار خوب. حالا این طرف که میاین خیلی کرایه را اگذره زیاد میگیرین از نفر؟ نه کرایه خو که سرک جور شده امی تیل که قیمت باشه امی کرام زیاد میگیره که تیل ارزان شده کرایه هم کم میگیره. سرک که جور شده از امی سرک نو کارتینا تا اینجا چند میاین باز سهولت خو دیگه هم جور میشه با 10 روپیه کرایه لینی 4 نفر باره کنم 40 روپیه شده سرک نو. برکت ببینی. برو که یکم ازدحام شد وقت خوش داشته باشی. موفق باشی. زنده باشی. قربانتان. سلامت. ان شاء الله بار دیگه که بیایم دوستا این سرک قیریزیش آماده میشه. با قیریزی
این شروع ریزی باشه که ما انشالله گزارش برستون تهیه کنیم. و تشکری میکنم از همراهی و حوصله‌مندی شما و امیدوار هستم از داشتهای امروز ما خوشتان آمده باشه. ما در ساحه کارتنو در 200 فامیلی در می سرک قرار داریم که بسیار یک سرک وسیعی بود و شما جزئیات با شما شریک ساختیم که خوشبختانه کارش به سرعت روان است و یک سرک بسیار معیاری است. کانال‌ها هم اینجا مد نظر گرفته شده و 8 ساعت یا بیشتر از 8 ساعت کار هم اینجا جریان داره و به مردم هم سهولت بیشتر میآید. انشالله که هر نقطه کابل به می فضا برسه. شما هم از دعای خیرتان ما رو فراموش نکنین. چینل آریانا رو سابسکرایب کنین و نظریات نیکتان با ما شریک بسازین تا برنامه آینده که باز در خدمت قرار میگیریم. الله یار و مددگارتان.